این قانون توانست که تا یک اندازه برای مردم تاجیک بهبودی بیارد، چون که تا این دوره مردم ما خرج و خراجات بیهوده یا زیادتی میکردند که این میتوانست جنبه اقتصادی آنها را تا یک اندازه کاسته کند. مثلا اگر ما کمتر پیش نظر کنیم، مردم برای تویشان از دیگر جا مثال قرض‌های گران می‌گرفتند. بعد از توی باز عائله آنها وزن‌تر میشد، برای که آنها مبلغ را باز برگردانند مجبور میشدند که یک قسمشان باز به فدرات سیاسی روند، از عائله جدا شوند. این قانون توانست که مردم ما را سطح زندگی مردم ما را خوب کند. آنها می توانند با خرج کم توی و مراسم های خود را گذرانند و می توانند عائله خود را از جهت اقتصادی خوب نگاه دارند. خودو رعایت نمیکنن. چیزی که دیگه هستن مثل قانونشون بگیرن با قانون کار نمیکنن. اینو بوده با جام میکنن، بوده با معرکهشون میگذارن. که واقعا در واقع موندگی و خیلی معلومه از زیاد دعوت میکنن، مثلا تعامل افخود میکنن، زیادی میکنن، مثلا استریک پوری میشه. بعد بسیارش قرض میکنن، باسکی میکنن، میگن این خیلی کم، این خیلی میکنن. رئیس قشتا اهمیت نمیدن، رئیس جماعت اهمیت نمیدن. همین خلاص خورده. من بچه دیوتم خودم. گذراندن توی دامادی عروسی رو با یک تنظیم خوب هم با تنظیم درآورده شد، هم امروز میتوانند مردم با یک آسانی، با یک مقصد شرایط نغز، با یک امکانات خوب همین جشن و مراسم ها رو مقصد گذارند. با فکر من خوب شد که مثال بای کمغل یکشی خیلی مثال ممکن مردم هست بکنن زورا مثال چخیل بگم اول ده نمود میکردن روز خوب شد که نمود شد برای مردم مثال چخیل بگم فایده شد که مثال آدم که دستش نمیرسید مجبور نشد باید همون کار کنه. قانون کشید مقصد همون آدم این کار دستکشی میکنن. مثال یک پرابلم یا بهبودی خشب بود میکنن، خیلی آدمای دست میرسه میکنن. نه تنظیم حالی هم نگاه نمیکنن، حالی همون کارشون هم میکنن. حالی اگر راضی بینین همین بویای نگاه کنین داشت درجه این چیزای همه رستوران هم میکنن. من کم بغلای هم کم رنگ هوایی کارسازن شتاب هوایی کم نباشه، تنظیم حالی نگاه نمیکنن. ممکن یکون 20% باشد، از این زیاد نه. از این زیاد نه. برای چی؟ برای اینکه هر یک آدم میخواهد که از یک دیگرش نقص‌تر باشد، خوبتر باشد. خیلی قانونی میبرند، لیکن تو چی اندازه، تو چی درجه اینو باید میشود، اجرا میشود. با فکر من 20%. از این زیاد نه.